خب سلام، خوش اومدیم به ویدیوی معرفی 20 فیلم مورد علاقه من. نحوه چینش این فیلم ها این شکلیه که اولا که هیچ ربطی به این بک‌گراند نداره، اینو همینجوری گذاشتم. دومش هم این که نحوه چینش این فیلم ها این شکلیه که موقعی که من دیدمشون، یعنی من تو چه بازه‌ای از زمان تو زندگیم این فیلم رو دیدم، امیدوارم بفهمید منظورمو. یعنی مثلا از بچگی تا بزرگسالی، و این فیلمایی هستن که روی من تاثیر داشتن و یه بخشی از شخصیت منو یه جورایی شکل دادن. بریم که ببینیم کدوم فیلم. فیلم اول سری فیلمای نارنیاه که من توی خیلی کوچیکیم اولین فیلمی که خیلی روم تاثیر گذاشت این فیلم بود و نمیدونم از کجا، ولی سیدیشو گیر آورده بودم و چندین بار نگاش کردم. یعنی یه تایمی بود هر روز این سیدی رو میشستم نگاه میکردم. بعد میرفتم توی کمدم، میشستم توی کمد لباسام و واقعا انتظار داشتم یه دری اون پشت باز شه، من برم توی این دنیا و با اصلان دوست بشم. این در این حد روی من تاثیر داشت. اگر که طرفدار فیلم فانتزی هستید، پیشنهاد میکنم که ببینید این فیلمو. و اینکه اینو یادم رفت بگم که هر فیلمی رو که معرفی میکنم، اونایی که نیازه رو خلاصه هاشون رو میذارم یه گوشه. فیلم بعدی برای من فیلم بتمنه، ولی نه هر بتمنی. من سگانه تیم برتون رو وقتی خیلی بچه بودم دیدم و خیلی روم تاثیر داشت. یادمه یه روز بابام بهم گفتش که بیا با هم بشینیم بتمن ببینیم و من نشستم باهاش اینو دیدم و سگانه تیم برتون بود و یه قسمتم فقط دیدیم و چقدر میگم ولی خب حالا وقتی که کت و من و پنگوئن رو دیدم، اصلا کلا مغز من ارور داد. اینجوری بودم که چی؟ بعدش تا بزرگسالی پنگوئن یه گوشه ای از ذهن من موند و همینطور کت و من، یعنی این دوتا موندگار شدن توی ذهن من. و خب من خیلی علاقه زیادی داشتم به فیلم، الانم دارم، به فیلم فانتزی و اینا، و فکر میکنم این از همون بچگی با این مدل فیلم ها جرقش خورد. خب فیلم بعدی جادوگر شهر اوزه که مال 1939، خیلی کلاسیک و خیلی قدیمیه و برای اون سال واقعا شگفت انگیز ساختنش برای اون دهه و اون تایم خیلی خفنه. و دیگه اینکه اگر که علاقه دارید به فیلم‌های فانتزی، مخصوصا فانتزی کلاسیک، خیلی انتخاب خوبیه. و اینم باز خیلی کوچولو بودم دیدمش. به شخصیت مورد علاقه‌ام این آقای مترسک بود با ساحره غربی. ساحره غربی برام شخصیت مورد علاقه نبود، برام اون آدم عجیبه تو فیلم بود. فیلم بعدی دیگه آدمایی که منو میشناسن میدونن، مثلا این فیلم توی لیست من نباشه نمیشه. من یه پاترهد فوق‌العاده سرسختم و چیزی که پیشنهاد میکنم هری پاتره. معلومه که پیشنهادش میکنم. اونایی که کتاب خونن کتاباش، اونایی که کتاب خون نیستن خب قطعا سری فیلماش. من خودم توی خیلی بچگی اینو دیدم اول، بعد اشتباهاً هری پاتر رو یادگاران مرگ یکو دیدم. و خودتون فکر کنین روی بچه مثلا کوچولو این چه تأثیری داشته. چیزی که هری پاتر میخواسته این جینگلیای کوچولو بودن، اینا بودن، و چیزی که گیرش اومده بود مرگ خواران بودن. مثلا فکر کنین چقدر ترسیده بودن. بعد از چشمم افتاد تا وقتی که رسیدم به سن 13-14 سالگی که نشستم کتاباشو خوندم و خودم رفتم دوباره دانلود کردم نگاه کردم که شدم یکی از فنای سرسخت. هاگوارتس بهتون یه خونه میده. این تنها چیزیه که میتونم راجع به این سری فیلم بگم. فیلم چهارم این لیست فارست گامپ که اینم توی نوجوانیم دیدمش و چیزی که داشت این بودش که توی دنیای سینما اصولا فیلمایی که من دیده بودم یا اکشن بودن تو اون سن، یا فانتزی بودن، یا ترسناکای آبکی. برای اولین بار یه فیلمی رو دیدم که خیلی درامه و منو توی سینما با روی دارک دنیا آشنا کرد. یعنی توی سینما تا حالا اینو اصلا ندیده بودم، یه همچین مدل فیلمایی. و برای من فارست گامپ این بود که بهم اینو یاد داد که اوکی، دنیا ناعادلانه است، خوبی و بدی با هم وجود دارن. یه سریا مثل این آقایی اونقدر خوش شانس نیستن
اما خب آدمای خوبی هن و آدم خوبی بودن هم صرف بر این نیست که شما حتما زندگی باید به کامتون باشه و اینا رو من تا حالا توی سینما ندیده بودم. خیلی برام بزرگ و مهم بود. یکی از فیلم‌های پیشنهادی 100% بهتونه فارست گامپ. خیلی دوست داشتنی و زیباست و میارزه حتما که یه بار تو زندگی تو ببین. فیلم بعدی سری فیلم‌های اره. شاید بگید این چه تأثیری میتونسته روی تو داشته باشه، ولی تأثیرش این بود که برای اولین بار من متوجه شدم که میشه یه هدف خوبی داشته باشه ولی یه جور ناجوری انجامش بدی و کلا اگر از فیلم‌های این مدلی چندشتون نمیشه، این شکلی خیلی خشونت آمیز و خشانت پراکنی چندشتون نمیشه، میتونید اره رو ببینین و خیلی فیلم جالبیه. بعد برای من جزو فیلمایی بود که هر چقدر جلوتر میرفت، تازه مثلا مخصوصا توی قسمت 8 تو تازه اصلا یه سری چیزا رو راجع به شخصیت اصلی میفهمی. برام خیلی موندگار بود و خیلی چیزا رفرنسش توی ذهن من میرسه به اره. مثلا همین توی این فیلم هست، جزء پیشنهادی ها هست و آره اگه روحیاتتون حساس نیست میتونید ببینید. فیلم بعدی این لیست 12 سال بردگی. من همیشه به مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا خیلی علاقه داشتم. بعد مخصوصا حالا تاریخ بردهداری و نمیدونم اینجور چیزا برام خیلی جالب بود که چی شد اصلا از بین رفت، کیا تو این راه جنگیدن. این فیلم داستان فیلم کنم واقعی هم هست، هم سریالش هست هم فیلمش هست، میتونید ببینید و داستان یه شخصیه که یه برده است و تلاش میکنه تا خودش رو آزاد کنه، انقدر تلاش میکنه تا هویت خودش رو به عنوان یه فرد رنگین پوست حفظ کنه و برای من خیلی جالبه. یعنی کل کانسپت فیلم یاد من موند و میگم چون همیشه برام این موضوعات جالب بوده، این فیلمم تاثیر خودش رو روی من داشت. فیلم بعدی ورلد وار زد. به عنوان کسی که عاشق فیلم‌های ژانر آخر زمانی و زامبیگونه و ایناست، ورلد وار زد برام بهترین بود. بعد تا حالا چندین بار ریواچش کردم. خیلی عالی از نظر کیفیت و اگر شما هم یه همچین فیلمایی دوست دارید، به همچین ژانری علاقه دارید، بهتون پیشنهادش میکنم که ببینیدش. فیلم نهم این لیست بانوی زیبای من. آدری هپبورن توش بازی میکنه و برای سال 1964 خیلی زیاد توی ذهن من موند، چون که من توی تینیجریم یه تایمی شروع کردم فیلمای کلاسیک رو دیدن. قبلش توی خونمون بابام این فیلم‌ها رو نگاه میکرد و من دوست نداشتم، یعنی یادم همیشه غر میزدم و اینا. بعد از یه تایمی نشستم نگاه کردم و چند تا فیلم بودن توی ذهنم خیلی موندگار شدن. یکیشون برباد رفته بود، یکیشون بانوی زیبای من بود، یکیشون پرنده باز آلکاتراز و فرار از آلکاتراز، دیروز امروز فردا و یه فیلم دیگه هم بود اسمش یادم نمیاد، با هفت دلاور. این چند تا فیلم خیلی روی ذهن من تاثیر گذاشتن. به خصوص این فیلم بانوی زیبای من یک کمدی رمانتیک و یک چی بهش میگن موزیکال قشنگه، یعنی فیلم موزیکال و کمدی و رمانتیک خیلی ناز. هنوزم که هنوز بهش فکر میکنم لبخند میزنم. داستانش قشنگه، حوصله سربر نیست، خیلی قشنگه، واقعا میگم دوست داشتنی فیلمش. فیلم بعدی ایته. اما الان دیگه نصف لیست اومدیم و شماره 10 مونه. دلیلی که این فیلم توی این لیست هست اینه که شخصی، واقعا فقط و فقط سلیقه شخصی، چون ایت روی من خیلی تاثیر گذاشت. من آدمیم که یه ذره زیادی از بچگی مثلا از تاریکی و هیولا و اینجور چیزا میترسیدم و یه جا دلغک ایت هم پنی وایز برمیگرده به این بچه ها میگه که من به این دختره میگه که من ترس شما تغذیه میکنم و هر چقدر شما بترسید من بزرگ و بزرگتر میشم و بعدش هم بعد از شما هم بچه‌هایی هستن که باز از من بترسن، بنابراین من تا ابد ادامه خواهم داشت. این دیالوگ برای من خیلی بزرگ بود و یه جورایی توی مثلا سن خیلی پایین به من کمک کرد که این تلنگر رو بهم زد که اوکی ببین ترسات از بیشتر ترسیدن دارن تغذیه میکنن، بنابراین بس کن و
مثل آدم زندگی کن. یعنی این فیلم واسه من اینو داشت و بعد از اون یادم ترسم خیلی کمتر شد نسبت به هر مسئله‌ای و هر وقت میخوام بترسم این دیالوگ توی سرم اینجوری پخش میشه که ترسات از ترس تو تغذیه میکنه. فیلم 11 ترومن شو که چرا دوستش داشتم؟ چون اومد به مسئله خدا و نمیدونم تقدیر و سرنوشت و اینا یه جور جدیدی نگاه کرد. بعد همیشه توی ذهن خب یه نوجوان کلی سوال راجع به اینجور مسائل وجود داره و همه فیلم ها خیلی جواباشون ناناس و آروم بود، ولی ترومن شو خیلی نگاهش منتقدانه بود و اینکه در نهایت سعی میکنه خودشو از زیر دست اون خداه، اون موجوده که داره کنترلش میکنه در بیاره و اینو ثابت کنه که من اراده دارم و خودم برای خودم تصمیم میگیرم. خیلی برای من تو اون سن تاثیرگذار بود، پس پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش، مخصوصا اگه سنتون کمتره. فیلم بعدی وی فور وندتا، من توی سال 1401 این فیلم رو دیدم. کسایی که یادشونه اون سال چه اتفاقایی افتاد توی ایران، به یه پیشنهاد یه کسی توی سوشال مدیا من این فیلم رو دیدم و خیلی چیزا به هم یاد داد، مخصوصا در مورد تغییرات اجتماعی، جوری که میشه تغییر رو رقم بزنی. فیلم خیلی اگزاجره میاد توضیح میده و خیلی اغراق‌آمیزه واسه اینکه همه بتونن منظورش رو بفهمن. یه جاش 2 دیالوگ داشت این فیلم. یکیش این بود که ناتالی پورتمن به وی میگه که تو میخوای ساختمان مجلس رو منفجر کنی و فکر میکنی با این کار میتونی دنیا رو تغییر بدی و وی میگه بله، ساختمون نماده، هر نمادی با آدما معنی پیدا میکنه و بله، اگر پشت یه ساختمون تعداد زیادی آدم باشن با ترکوندن همون یه ساختمون میشه دنیا رو تغییر داد. یکی هم یه دیالوگ بود که سکانسه آخرش بود، داشتم به وی شلیک میکردم و بعد یارو بهش گفت چرا هرچی به تیر میزنم نمیمیری؟ گفت چون ایده ها ضد گلولن. و این شکلیه، یه آدم ممکنه بمیره ولی ایدئولوژیاش و ایده‌هاش هرگز نمیمیرن. خیلی فیلم تاثیرگذاریه، مخصوصا میگم اگه به مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا علاقه دارید، یه حالت فانتزی گونه‌ای میاد این مسائل بهتون نشون میده. فیلم بعدی اینترستلار که چرا گذاشتمش؟ من آثار دیگه ای هم از نولان هست که بیشتر از این دوست دارم، مثلا اینسپشن، ولی دلیلی که گذاشتمش به خاطر این بود که این فیلم باعث شد من نولان رو بهتر بشناسم و تبدیل شد به یکی از کارگردانای مورد علاقم. کلا من از فیلمایی که بهت معما میدن، مغزتو میپیچونن و در نهایت تو سیر داستانیشون دائم سورپرایزت میکنن اما پایان داستان به تو جوابو میدن، خوشم میاد و نولان همیشه این کارو میکنه توی فیلم‌ها، جوابو بهت میده تا حدودی، فیلمم میپیچونه برات، کلی هم معما میسازه. شماره 14 این لیست اینسپشنه که همین الان گفتم دوستش دارم. اینو عاشقشم دیگه، یعنی من یه جایی از ذهنم همیشه به این قضایای قدرت ذهن و نمیدونم تلقین و میشه مثلا با تلپاتی خیلی کار کرد و اینا رو اعتقاد دارم بهش. شاید به نظر خیلی مسخره باشه ولی خب اعتقاد من. و این فیلم یه جورایی اینجوری داشت دامن میزد بهش که بله تلقین واقعیه، با قدرت ذهن میشه خیلی کار کرد. به اون بخش از مغزم خیلی خوشحالی بخشید. بنابراین یکی از پیشنهادهای منه و یکی از فیلماییه که خیلی روم تاثیر گذاشت. خب فیلمی که میخوام راجبش خیلی توضیح بدم، ذهن زیبا. ذهن زیبا بر اساس واقعیته و یه برنده جایزه نوبل ریاضی تو دنیای واقعی همچین بیماری رو داشته، بیماری اسکیزوفرنی، و موفق شده که خودش رو درمان کنه تو دنیای واقعی. اما توی فیلم مثل این که میان نشون میدن یه کوچولو از دارو و درمان و اینا استفاده میکنه، به خاطر اینکه سازنده ها گفته بودن که نمیخواستن بدآموزی داشته باشه. 20 الی 30 سال فکر میکنم طول میکشه تا این آدم تو دنیای واقعی خودش رو درمان کنه. برای من خیلی تاثیرگذار بود چون انگار خیلی آروم بهم گفتش که ببین همه چیز ممکنه، آدما تنها کسایی هستن که میتونن به خودشون کمک کنن، چون تو ذهن من درمان اسکیزوفرنی غیر ممکن بود اما خب میبینیم که این نفر موفق شده و تو دنیای واقعی پسر این دانشمندم میگیره این بیماری اما نمیدونم موفق شده شکستش بده یا نه.
این فیلمیه که دیگه حتما باید ببینیدش، یعنی اینجوری هم که پیشنهاد 100%یه. اگه اینو ندیده باشید زندگیتون تلف شده، به فنا رفته. خب شماره 16 این لیست فهرست شیندلره. اینم باز میخوام راجبش حرف بزنم. فهرست شیندلر، من یه سوالی تو ذهنم داشتم اصولا، اینم که به نظر من طی جنگ جهانی حالا اول و دوم یه ذره حس می‌کردم آدما، مخصوصا کسایی که سربازای نازی بودن و اینا، حس می‌کردم زیاد فکر نمی‌کردن انگار و تفکر شخصی نداشتن. اینکه خب هرچی پیشوا دستور میده رو که تو نباید انجامش بدی و چجوری به این فکر نمی‌کنی. اما این فیلم بهم نشون دادش که، یعنی سوالم همیشه این بود کسی هم بوده که یه ذره خودش فکر کنه و انقدر تحت تاثیر قرار نگیره، و شیندلر بهم نشون داد که آره، این هم بر اساس واقعیت و داستان شخصی به نام شیندلر که موفق میشه کلی یهودی رو نجات بده از دست آلمانا و کلی بچه رو نجات میده و در نهایت واقعا کل ثروتش رو میذاره که بتونه این آدم رو از مرگ حتمی و اردوگاه کار اجباری نجات بده. چرا خیلی تاثیرگذار بوده؟ چون اینو بهم ثابت کرد که تو دنیا حتی توی تاریک ترین لحظات آدمای خوب وجود داشتن. توی تاریخ، توی بدترین موقعیت‌های تاریخ هم آدمایی بودن که درست فکر می‌کردن. و فکر می‌کنم اینه که بشریت رو خیلی دوست داشتنی می‌کنه، اینکه تو بدترین شرایط هم آدمای درست هنوز وجود دارن و هنوز کار می‌کنن. شاید تاثیرشون کم باشه به نسبت اون آدما، همون موندگارتره. پلتفرم، اینم بازی فیلم اجتماعی طوره واسه من. اولش که نگاش کنید زیاد اینطوری نیست، ولی داره به مسائل طبقاتی و اینکه چقدر کینه‌جویی‌ها و ستیزه‌جویی‌های اجتماعی میتونه مخرب باشه اشاره میکنه و میتونید برید قبل از حالا یا دیدنش یا بعدش برید نقدای فیلم هم حتما ببینید، خیلی بهتون کمک میکنه. برای من خیلی تاثیرگذار بود، چون میگم همین قضیه که نشون میداد که کینه‌جویی ها توی اجتماع و اینکه چون اونا با ما این کارو کردن، حالا که ما تو موضع قدرتیم ما هم سرشون تلافی کنیم، میتونه چقدر آسیبزا باشه. رسیدیم به فیلم 18 این لیست. 2 تا دیگه فیلم بیشتر نمونده. بلک سوان، اینم برای من شخصی دوست داشتنیه، علاوه بر اینکه جزو فیلم‌های فوق‌العاده خفن دنیاست، اما برای من یه بعد شخصی داشت. باز میگم پا گذاشتن روی ترسام بود و غلبه کردن به ترسام. اینکه نشون میداد که ناتالی پورتمن تنها چی بهش میگم مانعش برای اینکه بشه قوی سیاه خودشه و ترسهاش و این مانع‌هایی که خودش جلوی پاش میذاره. تنها مانعش واقعا خودش بود و اینو فکر می‌کنم توی یکی از دیالوگای فیلم اون آقای بهش میگه تو تنها مانع خودت برای قوی سیاه شدنی. فیلم‌های آخری رو 3-4 تای آخر رو من همین توی 1 سال پیش یا الی 2 سال پیش دیدمشون و بهتون پیشنهاد میکنم بلک سوان رو، مخصوصا اگه سنتون خیلی کمتره، ببینید و یه جای دیالوگش رو یادداشت کنید، دیالوگاش رو یادداشت کنید و همیشه گوشه ذهنتون بسپرید، چون خیلی تاثیرگذاره. من خودم وقتی که دیدمش خیلی جاها یادم میاد و دائم تو مغزم این هست که تنها مانعت خودتی. 8 مایل که با بازی امنمه، من یه جورایی زندگی نامه امنمه، ولی نه خیلی کامل. خودش گفت یه بخشایش هست یه بخشایش نیست. من همیشه فن امنم بودم و این فیلم رو نمیدیدم، نمیدونم چرا، حس نمی‌کردم خیلی جالب باشه. اما خب تو همین چند ماه پیش نشستم نگاش کردم و خیلی برام تاثیرگذار بود و یادم موندش. بعد چیزی که برام جالبه اینه که این فیلم این مدلی نیست که مثلا امنم خودش این شکلی نشون بده که آره من صبح به صبح پا میشم تو آینه به خودم حرفای انگیزشی میزدم. نه، واقعا ناامیده و واقعا هم خودش امید خاصی به آیندهش نداره، ولی باز تلاش میکنه. این به نظر من واقعی ترین روی کوشش و تلاش و استقامت و اینم پیشنهادی 100% که ببینیدش. شماره 20 و بهترین فیلمی که توی 2024 و 403 دیدم، مزایای منزوی بودن، که هم کتابش هست هم فیلمش هست. اگر که کتاب بازید کتابش رو بخونید، اگر که فیلم بازید فیلمش رو ببینید.
از چند لحاظ برام خیلی مهم بود. یکی این که فیلم به خوبی تونسته توی 103 دقیقه‌ای که داشته همه چی رو نشون بده، پیچش داستانی داشته باشه، حوصله سربر نباشه، طرف اگزاجره نباشه، یه داستان واقعی از زندگی رو داره نشون میده. تلاش ها و مقاومت های یه سری آدم برای خوشحال بودن یا حداقل شخصیت اصلی داستان چجوری تلاش میکنه تا شادیشو به دست بیاره و اهمیت سلامت روان. یعنی خیلی 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 داره روی این قضیه تاکید میکنه. کلا هر چقدر بخوام از این فیلم بگم کم گفتم. تک تک این فیلمایی که توی این لیست بودن برای من خیلی ارزشمندن، اما این فیلم یه جور دیگه ای بهتون یکی هری پاتر که اصلا مسئلهش جداست، ولی این فیلمو خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که ببینیدش. و آره، این لیست تموم شد. امیدوارم که فیلمایی که معرفی کردم دوست داشته باشید و بعضیشون شما هم ببینید، چون این فیلم‌ها برای من خیلی به شخص ارزشمندن. اونایی که تا اینجای ویدیو بودن، میخوام شما هم چند تا فیلمایی که تو زندگیتون خیلی براتون مهم بوده و خیلی روتون تاثیر گذاشته رو برام بنویسید. و اینکه آره